بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس چلم عقیده در قرآن و سنت در اینجا ما و شما تقریبا در پنجمیش رسیده بودیم که پناه بردن به تمیمه هست و تمیمه را اینجا علما به الفاظ مختلف تعریف کردن در معاجم عربی که مثلا در لسان عرب میگه که او عبارت از یک چی است خرز. اونا غالبا گفته که خرزتون رقطات نظم فی السیر ثم یعقد فی العنق، یعنی مثل که چند دانه موره ها در بین یک تار میپرتن با زیر در گردن اویزان میکردن. خب خلاصه ای که در تمیمه یعنی سنگ، چوب، استخوان، یعنی بعضی چیزا هست که یارا عرب های جاهلیت در گردن خود اویزان میکردن و به این چیزا پناه میبردن. و شیخ ناصرالدین البانی میگه که تمائم جمع تمیمه است. اصلش میگه اونمو موره هایی بود که عرب وارا چی میکردن در سر اشتکای خود بند میکردن. چرا؟ میگه به خاطر چشم زدگی هست. این تمیمه میگفتن. باز میگه هر چیزی که برای پناه بردن استفاده میشد او را تمیمه میگفتن. مثلا بعضی ها نعل اسب در دروازه خود اویزان میکرد، میگه این هم در جمله تمائم داخل میشد. یا مثلا بعضی از دریورا اونمون نعل میگیره اویزان میکنن. بعضی ها موره ها را سر آینه اویزان میکنن در موترهای خود. گفته کلی اینمی چیزا هستن یا در جمله تمائم داخل میشن. به هر صورت اینمی تارها و موره ها و یا که اویزان میشد یا چوب یا اینا اویزان میشد یا کلش در زبان عربی تمیمه گفته میشه. چی به شکل تومار باشه، سیکنج، یا به شکل تاویز باشه، یا به شکل چوب باشه، یا به شکل سنگ باشه، یا موره باشه، هر چیز باشه، یا کلشان شامل تمیمه میشه. و صاحب موسوعه فقهی میگن که فقها باز تمیمه چی را میگن؟ میگه فقها میگن که تمیمه عبارت از چی است؟ عبارت از اوراقی هست که در او چیز از قرآن یا از دیگه چیزا نوشته میشه. به هر صورت این در قسمت معرفی تمیمه هست. اینال خود امی تمیمه که است یعنی فلسفه چی است؟ اصل هدف چری رویزان میکردن که مردم یا اولاد خود به این پناه میدادن. میگه این از جن نگاه میکنه، این مثلا از چشم زدگی نگاه میکنه، این از بلا نگاه میکنه، این چیز هستن. اینال نصوصی که ما داریم در این باره چی میگه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من علق تمیمتا فقط اشرک. کسی که اینمی تمیمه را اویزان کرد این شرک آورده است. پس در حدیث شریف برای تمیمه شرک گفته شده است. اینال من علق تمیمتا فقط اشرک، اینجا این شرک داخل میشه. و به می خاطر است که عقبه ابن عامر میگه انه جاء فی رکب عشرة الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگه 10 شخص پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن. فبایع 9 و امسک عن رجل منهم. یعنی وقتی که 10 نفر پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با امرای 9 نفر از اینا دست داد، بیعت کرد و به یکیش دست خود دراز نکرد. خب این کلگی ایران ماند که چطور کتی 9 نفر دست داد، امرای 1 نفر دست نداد، یعنی دست خود پس کش کرد. فقالوا ما شأنه. مردم گفتن که صاحبی چی مشکل داشت که شما کتی 9 نفر خب دست دادین و جورپسانی کردین، 1 نفر که نزدیک شد دستانه جمع کردین. فقال ان فی عضده تمیمه. گفت در بازوی ازی تمیمه هست. پس اینال بعضی کسایی که در بازوهای خود یگان چیزا بسته میکنن، یا سنگ یا چوبه یا کاغذ یا تومار یا چیزا، پس رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی موقف گرفت که امرای از نفر دست نداد. گفت در شانه از چی است؟ تمیمه هست. اینمی تاویزک است. دیگه چی است؟ فقط الرجل التمیمه. این شخص که دید که رسول الله صلی الله علیه و آله به خاطر ازی غضبناک شد و تا کتمت دست نداد، خودم بسیار بر خطا میشه. و او رسول الله صلی الله علیه و آله شما میشناسین که پیغمبر الله هست و چی است. فورا یعنی در شانه خود میگه دست انداخت، تیر گرفت، کند و بوس انداخت. فبایعه رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله به امر ازی بیعت کرد. ثم قال من علق فقط اشرک. کسی که اینمی چیزا اویزان میکنه این شرک آورده، یعنی اینمی مهره را در
خصوصیت های خداوند شریک ساخته. یعنی ما و شما قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت قرآن میگه شما به الله پناه بجوین. قل بگو اعوذ برب الفلق، ما پناه میبرم به رب صبح. قل اعوذ برب الناس فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینا مسئله پناه دادن، اینی بعضی چیزایی که مثلا بعضی کسا در سر باربندای اشتکای خود ببینی که مورگکا رویزان میکنن و بعضی ها یک سنگ از کدام جای پیدا میکنن او رویزان میکنن. حتی ما کسی دیدیم در پای اشتک خود همون تفلک خود سنت کرده بود، باز همون توتگه که گوشتی که از او قطع شده باز رو گرفته در پای از او چی کردن؟ بسته کرده بود. این کلش به هدف چی است؟ نیتش چی است؟ که این ما را مثلا از اینمی بلا نگاه میکنه و از اینی مصیبت نگاه میکنه و از چشم زدگی نگاه میکنه، در حالی که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که این چیزایی را که شما در گردن‌های تا نویزان میکنین، بعضیا میرن در زیارت ها تا را بسته میکنن در گردنش تو خداویزان میکنن. اینی کلش از مردمای از در عصر شرک و در عصر جاهلیت اینمی چیزا وجود داشته و رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته که یا چی هستن؟ این شرک هستن. و در حدیث شریف دیگه میخوانیم که میگه دخل عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. خب این خب موقف رسول اکرم صلی الله علیه و آله. صحابه کرام چه قسم موقف داشتن در مقابل اینمی تعویضا و اینمی سنگ و اینمی چوب و اینمی مهره و اینمی تار که در گردن مردم آویزان بودن؟ در حاکم نیشابوری در شماره 7613 در حدیث 7613 روایت میکنه، میگه صحابه کرام کی است؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه دخل عبدالله ابن مسعود على امرأه، میگه داخل شد بالا یک زن، یعنی در خانه که من نمیفهم که خانم مادرش بوده یا خواهرش بوده یا همسرش بوده، خواه از محرماتش کسی بوده. فرا علیها حرزا من الحمرة، میگه دید که دم گردن از او یک حرز تاریک است که چیزای سرخ سرخ یا مرغکای سرخ سرخ یا چیزایی که هست، میگه فقطعه قطعا عنیفا. سبحان الله. میگه ایره قطع کرد قطع عنیف. چی معنی؟ چون مثلا خود خانه خودش است یا خواهرش است یا مادرش است یا همسرش است. میگه می عبدالله ابن مسعود صاحب امیری که میگردن از دید قطعه قطع عنیف. عنیف چی میگن؟ یا بسیار تندی، مثل که در گردن کمی دید رفت همی از می گردنش همی تار گرفت هم تو کش کرد کندش و بسیار هم تو چیز اعصاب خرابی. ثم قال ان آل عبدالله عن الشرك اغنیا. برش خانواده عبدالله از شرک غنی هستند. تو در بین خانه خودم شرک پیدا شود، خانم خودم یا خواهر خودم یا مادر خودم یا همسر خودم، گفت که یا شرک هستن. و قال و گفت کان مما حفظنا، میگه باز عبدالله ابن مسعود برای خانواده خود گفت آنچه که ما از رسول الله صلی الله علیه و آله حفظ کردیم چی است؟ ان الرقى والتمائم والتولة شرک. اینمی تعویزات و اینمی تارها و اینمی موره ها و اینمی که به نام تمائم جمع تمیمه هست و توله هست، اینیا کلشان چی هستن؟ یا از جمله شرکیات هستن یا انسان به شرک مبتلا میکنن. هذا حدیث صحیح الاسناد. امام امی نیسابوری میگه حدیث صحیح هست اسنادش و وافقه الذهبی و علامه الذهبی هم موافقه کرده که بله این حدیث صحیح است. پس این حال متاسفانه اینمی چیز حال فعلا مثلا در کشور ما و شما اگر ببینید میرن بت پرستا در گرد بت ها مثلا یک تار میگیرن بازو را قطع میکنن میرن در گردن اشتکا میپرتن. بعضی ها در قبرهای مثلا همو رهبرای خود در هندوستان و در اینجا میکنن و متاسفانه این انتقال کرده برای کی بعضی مسلمانایی که از این احادیث بیخبر هستند. این اگر کسی این احادیث رسول عقیده خود از قرآن و حدیث ما همیشه بر دوستان میگیم که برادر عزیز بین عقیده خود از قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم. ببین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفته و ببین که مثلا صحابه کرام چه قسم عکس العمل نشان میدن. اما متاسفانه کسایی که از قرآن و از حدیث بیخبر هستند بلکه صاحب در گردن اولادایشان چی است؟ مجموعه تعویضا هست و این تعویضا را که اکثرا شما واز کنین در بین ازیا یا پناه به ملائکه هست و پناه به ملائکه بردن شرک است، یا پناه به پیغمبر است نامای پیغمبران رو شک کردن، پناه به پیغمبر بردن. خود تعویض چی معنی؟ یعنی پناه دادن. وقتی که دمو کاغذ یک کس را پناه میده به ملائکه شرک است، پناه داد برای پیغمبر شرک است، پناه میدن برای
شیطان ها و بر نام های جن ها، این شرک است. پناه میتنش به یک موره، این شرک است. پناه میتنش به یک تار، این شرک است. پس اینی کل از اینا نظر به این احادیث در شرک داخل میشه. و یک سوالی که همیشه مطرح میشه و دوستا مطرح میکنن، میگه خب مثلا یک نفر در یک کاغذ قرآن عظیم الشان نوشته کرد، آیات قرآن نوشته کرد. من در این باره تحقیق کردم، عمل یک کتاب سر از کتاب کار میکنم که چیست در عصر رسول الله صلی هیچ ثابت نشده که پیغمبر یا کدام صحابی، یعنی حدیث صحیح ما نداریم که اونا قرآن در کاغذ نوشته کرده باشن و در گردن کس انداخته باشن. پس این ثابت نیست. فقط تمام چیزایی که مردم میگن این اجتهادات خودشان است یا استنباطات است، از دل خود میگن. این حال بعضی کساس مثلا یک وقتی برای ما تو تعلیم میدادن، میگه مثلا شما که تعویض میتین قرآن نوشته میکنین، برش بگوین که امی قرآن شریف امی تعویض خود چی کنه، مثلا پشت چرمی کنه. خب اینجا یک سوال پیدا میشه، مثلا همین قرآن شریف ما پشت چرمی کردیم، قرآن شریف همین 30 جزشه، یا قرآن شریف خود گرفتی و ایره پشت چرمی کردی، آیره در تشناب برده میتونی؟ اجازه نیست، ولو که در پشت آینی باشه یا پشت چرمی باشه، بردن قرآن عظیم الشان در تشناب اجازه نیست. خیلی وقتی که قرآن شریف بردن جایز نیست، آیا بردن یک سوره از اجازه هست؟ نه، اجازه نیست. از این خاطر این کسایی که کارا را میکنن متاسفانه بعضی از فقها در کتاب‌های فقهی اجتهاد کردن و گفتن که اگر تعویض از قرآن باشه چطور این اجازه هست، لکن از نگاه عقیده چند مشکل داره. یک مشکلی است که اگر از قرآن نوشته میکنه به قرآن توهین صورت میگیره. یعنی گپ سر تعویض نیست که تو قرآن شریف در کاغذ نوشته کردی، گپ دیگه است که تو این قرآن شریف که این نفر که خود تشناب میبره 24 ساعت در گردن طفل میبره. یک کسی در خانه ما آمده بود، طفلکش رفت در تشناب و دختره که خوردم آمد گفت الله پدر که در کمود چیز را انداخته که کمود بند میشه. من رفتم ماجد کال او را که کشیدن، او را باز کردن که یک قوطیه کس تو آینی، وقتی که باز کردن که سهل میکنیم که دمی پیش پل خشتی تو ورق کلان قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس و سوره ها نوشته است و ای از گردن از این طفل در داخل چی افتاد؟ در تشناب افتاد. خب این حالا اگر امیر یک اوندو بکنه، یک امریکایی بکنه، یک اروپایی بکنه که سوره قرآن در تشناب انداخت، فوراً کل مردم میخیزن مظاهره میکنن و میگن یعنی توهین به قرآن کرد. خود مسلمان چی میکنه؟ اینو نوشته میکنه و در گردن اولاد خود و اولادش 24 ساعت در تشناب در کثافات میگردانه نمیگردانه. کجا تو آدمی است که باز بگه که نیست من تشناب میرم، خیر باش که من چیز قرآن در گلون من انداخته است. از این خاطر میگه حتی اسم الله را علما میگن که حرام است. چرا حرام است؟ همین بعضی خانم ها اسم الله رو چی میکنن در گردن خود، یا آیت الکرسی رو بعضی کسان نوشته میکنن به طلا، اینو باز در گردن خود میکنن. اینمی حرام و ناروا هست. چرا؟ به خاطری که با بردن از یا با تشناب به جاهای کثیف این توهین و تحقیر و استهزاء به قرآن میشه و این انسان از دایره ایمان میکشه. از این خاطر اینی تعویضایی که در قرآن هم نوشته شده باشه و احادیث هم نوشته شده باشه، اگر بغیر از قرآن و حدیث نوشته میشه خب مطلقاً شرک است و ناروا هست و در جادو داخل است. و اگر از قرآن نوشته میشه، یعنی قرآن هم بیادبی در مقابل قرآن عظیم الشان میشه. خیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحابه کرام چی میکردن در مریضیاتشون؟ کل احادیثی که از رسول آمده لفظی است که دم کردن است. مثلا مریض می باشه سوره فاتحه را برش میخواندن یا امو اذکار و امو چیزایی که رسول هم دعا هست او را میخواند، اما نوشتهش نامده. از این خاطر صحابه کرام وقتی که همون چیزا را میدیدن، چون اکثریت از همین تعویضایی که در افغانستان هم داده میشه، تحقیق که من خودم کردم 95% از این شرک است. 95% از شرک است. یا ایره اوندو نوشته کردن یا کسایی نوشته کرده که از کتابای جادوگرا گرفتن. اکثرا همین کسایی که تعویض نوشته میکنن یا تعویض خود از کجا میگیرن، مثل که همون برادر ما فیصل که توبه کرد و آمد اینجا تشریح میکنه، اکثر اینی بر ما چندین کتاب آورد. کلی کتابای از اینا که جمع کنی کتابایی است که اونمو جادوگرا نوشته کرده و در بازار برنامه تعویضات اون رو نشر کردن. اینا کسایی که تعویض هم نوشته میکنن در افغانستان بیچاره خودشان خوب مردم هستن،
خوب مرده مثلا. یعنی بعضی کسا رو ببینی، من میشناسمشون، بسیاری کسایی که تعویض نوشته میکنن خودش بسیار خوب آدم است، بسیار با تقوا هست، بسیار آدم دیندار است، تهجد میخونه، قرآن میخونه، هدفش شرک نیست، اما هدفش چی است؟ یک مشکل داره که او در تعویض پیسه میگیره، کل هوش فکر از چی است؟ پیسه هست. خب میگم من کدام مشکل ندارم، مثلا میگیرم یک نفر مریض آمد و رفتیم یک کتاب از پشت پلخشتی خریدم به نام گلزار تعویضات، به نام نقش سلیمانی و به نام تمتم هندی، این کتابا نام داره. اینیا رو من گرفتم تعویض نوشته کردم و به اون نفر دادم. این حال هدف همین کسی که تعویض نوشته میکنه کل هدفش چی است؟ هدفش پیسه گرفتن است، یک 500 1000 روپیه برش میرسه. اما مشکلش در چی است؟ مشکلش در این است که این اونم کتابی را که استفاده میکنه، مؤلف از اون کتاب یا هندو هست یا یهودی است یا یک جادوگر است. پس اونم طلسمای جادوگری خود انداخته، ایسا میره در بین چیز خود از روی ازی نوشته کرده، میره نمیفهمه. این حال یگانه که او هندو خود تجارت میکنه فامیده کافر میشه، او جادوگر فامیده کافر میشه. من خاطر که جادوگر مثلا اکثر جادوگرها که شما بشناسین، جادوگر میلیونر است، موتورهای مثلا 40000 دلار 50000 دلار داره. او میگه خلاص کافر شدم، حالا پیسه دار خوش شدیم. اما این بیچاره رو سعی که در 200 روپیه تعویض میده، یک 20 میتیش، یک 50 برش میته، اون در 50 روپیه اینمی کارهای جادوگرها رو میکنه و به شرک و کفر مبتلا میشه. پس اینی چیست دیگه؟ چی هست؟ ششمیش پناه بردن به ودعه هست. ودعه چی نمیگن؟ ودعه صدف است. علما چی میگن؟ میگن شیء ابیض یجلب من البحر. در کتابا گفته شده که ودعه چی است؟ میگه یک چیز سفید است که ایر از بحر میگیره. ما شما چی میگیم اون؟ صدف میگیم در فارسی. یعلق فی اعناق الصبیان و غیرهم. میگه این آویزان میشه در گردن تفلکا یا کلانایشان. در افغانستان در سر باربندکا اگه دیده باشین این صدفا زیاد آویزان میشه، دمی قومای ما زیاد هستن. یگان جایی که من میرم یگان تاش میگم، یگان تاش از ترسم گفتن نمیتونه که یک دفعه صاحب قار میشه و چطور میشه ببینید که دمی گردن و پایش تکش دا 15 تا آویزان هستن. و این در عصر جاهلیت بود و طفل خود به این پناه میدادن. مثلا برشبه این صدف چرا میبینیم؟ میگه از بلا نگاه میکنه، این از چشم زدگی نگاه میکنه. خیلی طفله که در بطن مادر خود بود، اونجا چرا مادرش نرفت یک نیم خشتی سر شکم خود آویزان نکرد؟ اونجا الله را نگاه میکرد. حالا که تولد شده ای مورگکی رو تسلیم میکنی، چرا رو به الله تسلیم نمیکنی؟ چرا سوره فاتحه رو سرش نمیخوانی؟ چرا مثلا مو دعاها و اذکار مسنونه رو نمیخوانی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است؟ دیگه یک چیز دیگه که از به نام توله هست. توله چی رو میگن؟ این توله هم میگن که مهره هایی است که این استعمال میکنن به خاطر تحبیب المرأة الی زوجها. یعنی ایره در عصر جاهلیت جادوگرها چی میکردن؟ یک قسم موره ها داشتن به نام مهر موره و به نام خر موره و پشک موره و مرغ موره و این قسم ناما خودشان سرش ماندن. ایره عرب ها توله میگفتن. دیگه در حدیث ما شما دیدیم که رسول اکرم هم گفته بود که توله هم چی است؟ این هم در شرک داخل است. این هم چرا؟ یکی از باب های جادوگری هست که چی میکنن؟ بین هذه التمائم فهمت توله. یک صحابی مبارک میگه که ما از ابو عبدالرحمن پرسان کردم که ما خواهیم تمائم و گپا رو شناختیم، توله چی است؟ قال شیء یصنعه النساء. گفت یک چیزی است که این خانم هایی رو جور میکنن، یتحببن به الی ازواجهن، به خاطر دوستی با شوهرشان. همین خانم‌ها که است اکثرا مشکلشانی است که از چیز میترسن، بعضی که ازدواج کردن اکثرا، یعنی بعضی از خانمایی که شاید یک 5% یا 10% تو خانما باشه که مشکل نداشته باشه، 90% خانما که است عادتا از زن دوم شوهر خود میترسن که حالا خانم شوهرم سر من خانم دومی نگیره، این از دست من نره دیگه. نه از این خاطر یا بعضی از اینا باز تو ترس خود در مجموع در کلگی از اینا است 90% است، باز یک 20% یا 30% از اینا دیگه باز بسیار اما تو چی هستن تو احساساتی هستن، 10% یا 20% یا 30% از اینا بازی دیگه بسیار وار خطا می باشه که والا این شوهر مشروط نشه و چرا نشه، به این خاطر مشکلات پیدا میشه. باز پیش یگان تا کمپیرای دیگه که میرن که برشان مشوره میته، بازو میگه برو فلانی جای
پیش فلانی نفر برو، اینا روان میکنن پیش یک جادوگر. باز جادوگر برش یک موره را میته که اینی خر موره هست یا اینی مهر موره هست یا اینی فلانی هست. اینی میره در زبان عربی توله میگن و این هم یکی از ابواب جادو از سحر است و این حرام است و بالاخره انسان به شرک میکشونه. و هدفشان چی است؟ هدفش اینمی است که میخواهند که نمی شوهر خود چی پیدا بکنند، به همراه از مهر محبت داشته باشه و بالا از این زن دیگه نگیره. و در حدیث شریف ما خوانیم که رسول الله صلی الله علیه و آله که ان الرقى و التمائم و التوله شرک، این هم میگه شرک است. خب دیگه از جمله چیزهایی که عادتهای جاهلیت بود، یک چیز بود به نام رتیمه. رتیمه میگه ای چی است؟ میگه تاری است که در گردن و یا در دست اویزان میگردد، یا مثلا امی تار در گردن خود اویزان میکردن و یکی هم در دست خود اویزان میکرد. این دو قسم بود در عصر جاهلیت. در عصر جاهلیت میگه چون او وقت مثلا خط نبود یا چیز نبود که اونا لیست میگرفتن، خانمش برش میگه برو سودا بیار. وقتی که سودا بیار، بازی یک تار در انگشت خود یا یک تار دمو دستش بسته میکرد که این نفر همو سودا یادش نرده. این بازار که میرفت سودا یک وقت سوندس قسم وی والا این تار بر ما داده بود، فلانی سودا رو بر ما گفته بود. این پروا نداره تو این تار به خاطر یاد دی کدام مشکل نیستم. به خاطر چی است؟ به خاطر که فراموشکاری است. به خاطر چی است؟ بسیاری وقتا مردا اینا، من خودم عادت دارم در خانه که مرا میگه اگر من سودا فلان چیز بیار تا که لیست پیشم نباشه بسیاری وقتا یادم میره دیگه سودا رو میرم، من سودای اصلی رو چیز است یادم میره دیگه. بسیاری وقتا ما شما لیست میگیریم یا بسیاری وقتا در موبایل خودم در مسیجش یا یادداشت میگیره، باز در شهر که رفت سیل میکنه. این در عصر جاهلیت ایره همین تاره که در انگشت خود یا در دست خود یا در گردن خود اویزان میکنن به خاطر یاد دادن. از این خاطر علما میگن که این پروا نداشت. اما مشکل دیگه که او مثلا حرام بود و ناروا بود و در شرک بود، او کدام یکی بود؟ و یک قسم دیگه بود که به قصد ضرر، دفع ضرر. مثلا چی میگه؟ میگه هی خیط کان یربط فی العنق او فی الید فی الجاهلیه لدفع المضره عن انفسهم علی زعمهم. پس میگه این تارهایی بود که در گردن خود یا در دست خود میزان میکردن به قصد دفع ضرر. پس اینال فرق میکنه انما الاعمال بالنیات. اگر نیت از این نفری باشه که ما این تارک آوردیم از فلانی زیارت، یگان تو از این میره این تار آوردیم در گردن از یشتوک انداختیم که چشم بند کنه و این مریض نشه و این شفا بده و بده، اینیش در این حرام داخل میشه. اما اگر هدفی نباشه چیز نیست. دیگه صاحب بحر رائق چی میگن؟ میگه که این چی میگن؟ میگه ثم الرتیمه قد تشبه بالتمیمه. این البحر الراحق که از کتابای فقهی احناف است. این میگه چی هستن؟ و میگه که اینمی رتیمه را که چی میگه؟ میگه این مشابهت با تمیمه داره. و کان یربط فی العنق او فی الید فی الجاهلیه لدفع المضره عن انفسهم و ذکر فی حدود الایمان انه کفر. اینه گفته که اگر امی کار کس میکنه ای به کفر ایره میکشانه که اگر کسی تار در گردن خود و یا در دست خود اویزان میکنه به قصد ضرر، والا ای تار فلانی زیارت است، ای تار فلانی بت است، ای تار مچم چطورکایی است، یا در اسلام نیست. و اینی در از چیزای عصر جاهلیت بود. دیگه چیزایی که در عصر جاهلیت بود، پناه بردن به انگشتر، حلقه و چله. یعنی بسیاری وقتا کره را در دست خود میکردن، میفتن این کرک است، این از عصر جاهلیت است. این متاسفانه بعضی کسایی که میگه والا صاحب تو مانده، خب عصر جاهلیتی است که مثلا یک کس از اون دو برش چیز دادن. این در عصر جاهلیت چی میکردن؟ پناه میبردن به می کره، میفتن این کره که دست ما باشه این مرا از مرض دور میکنه، یا اینی انگشتر این مرا از این مرض دور، این انگشتر است. یا میفتن مثلا اینی دبین از این انگشتر مثلا چی است؟ تو یک یاقوت است یا مرجان است یا چطور است، این سوچه هست، این مرضای مرا پاک میکنه و چطور میکنه. اینی عادتهای عصر جاهلیت است. خب درباره از این هم میگه کدام روایتی هست؟ میگه عن عمران ابن حسین رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و آله را رجلا فی یده حلقه من صف. میگه چی است؟ دید که در دستش یک حلقه زرد رنگ است. دیگه میگه ما هذه؟ رسول الله گفت این چی است که در دست؟ قال من الواهنه. گفت به خاطر درد بازو یا شانه ما اینمی حلقه را اویزان بند کردیم در انگشت خود. دیگه میگه رسول الله چی گفت؟ انزعها. میگه برش گفت که
این اوزو که از دستت فانها لا تزیدک الا وهنا، گفت ای بغیر از اینکه تو را رسول گفت بیرون به این چیزا تو را بجز خواری و ذلت چیز زیاد نمیکنه. و باز رسول هم مرچی گفت فانک لو مت و هی علیک ما افلحت ابدا. چقدر خطرناک گپ برش گفتم. میگه برش گفت که اگر تو بموری و اینمی چیز در انگشت تو یا دست تو باشه هرگز تو کامیاب نمیشی، چرا تو در صف مشرکا حشر میشی. پس اویزان کردن انگشتر و اویزان کردن بند کردن حلقه و یا کره این به نیت ای که ای بر من دفع ضرر میکنه به این خود پناه میده. اما اگر یک نفر کره میپوشه یا انگشتر میپوشه یا ای چلوی گپا میپوشه، باز ای اگر این نیتش نبود باز ای حکم خاص فقهی خود دارن. مثلا پوشیدن چله این اگر از طلا می باشه این بر مردا حرام است، اما اگر یک خانم مثلا انگشتر طلا یا چله طلا می پوشه بر از او پروا نیست. اما چله آلوشیده شیرینی خوری ها که در افغانستان میکنن این اصلا یکی از رواجهای نصرانیت است، او از او جهت حرام است. مثلا بسیاری بچه‌ها و دخترها که نامزاد میشن باز چله آلوشی میکنن. اصلی چله آلوشی از کجا پیدا شده؟ این اصلا در کلیسا در نزد نصرانی ها بعض طوایف نصرانی است که اونا امی چله پیشان مقدس است. بازو را امو کشیش می باز بر از بچه و دختر می تو بگی ای چله را دست ازی کو، باز را می توی چله را دستی کو مقصد باز میگه I swear on this ring، ما با می چله قسم میخورم که ما امو عهد و پیمان خدا چی میکنم نمشکنانم. از او خاطر چله آلوشی تشبه با نصرانی هاست و از باب تشبهی حرام است که باید این کار نکنه. و پوشیدن انگشتر یا مثلا چیز طلایی بر مردها به خاطر ذکر رسول الله حدیث گفته که اون ناروا هست. اینال هر کدامش حکم خاص خدا داره، او از نگاه فقهی هست، اینیش از نگاه تشبه هست. لکن چله و کره‌ای که در نیتش دفع ضرر و دفع بلا باشه و این چله مرا نگاه میکنه و از چشم زدگی نگاه میکنه، اینی در باب شرک و ناروایی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و بر از صحابی گفت که لو مت و هی علیک، گفت اگر بموری و امی چلا یا ای انگشتر یا ای کره در دست تو باشه که تو به این عقیده هستی که تو را از ضرر و گپا نجات میده، ما افلحت ابدا، هرگز تو چی نجات پیدا میکنی. این حدیث امام احمد ابن حنبل روایت کرده و گفته سندش هم سند خوب است و همچنان حاکم و ایره صححه و وافقه، گفته که حدیث صحیح است. حاکم نیساپوری و امام ذهبی هم امرایش چی کرد؟ امرایش چی کرد؟ اینال در این حدیث شما ببینین که چندین درس گرفته میشه که اول نمی چیزا که است این حرام و ناروا هست و کسی که نیتش خراب باشه رسول اکرم صلی الله علیه و برش بسیار جدی برخورد کردن. بعضی مسائل است که در افغانستان مردم رو بسیار با تفاوتی سرش بحث میکنه. مثلا بعضی اوقات است حتی ما بعضی از استادا و علما وقتی که ششتیم باز یک انتقادات شانی بوده که والا گفته استاد ببخشید شما سر مسائل بسیار عادی و پیش پا افتاده و بی ارزش، یعنی ایره تو یک قسم بی ارزش تلقی میکنه. یک نفر در کلک خود مثلا یک چله رکد و این چله را مثلا فکر کرد که ایره شفا میته و یا مثلا کرر دست خود انداخت یاره چی گپ است. اما این بیچاره همی استاد که گپا را میزنه این نمیفهمه که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول اکرم گفته برای صحابین بارا گفت که اگه دست باشه ما افلحت ابدا. یک چیزی که آدم مثلا در آخرت هیچ کامیاب نمیشه در صف مشرکین رو داخل میکنه، این ما ببین بسیار گپک عادی هست، یعنی گپ عادی نیست. یعنی میگه نه خیر از نماز گپ بزنین، از روزه گپ بزنین، از حج گپ بزنین. والله اگر یک نفر مثلا حج نرفت، غریب است هیچ حج نرفته، کامیاب میشه. برای کسی که حج نرفته رسول الله نگفته که ما افلحت ابدا. سر غریب هیچ حج فرض نیست. یک نفر نماز خود یک وقت، دو وقت، 5 وقت، 10 وقت نماز از پیش شد، یک نفر روزه از پیشش فوت شد، ما افلحت ابدا برش رسول الله صلی الله علیه و نگفته که تو هیچ کامیاب نمیشی، اما در اینجا گفته که ما افلحت ابدا. آل کدامش بسیار مهم است که ما برش نماز درس بدیم یا عقیده را.
آخر اینجا بیچاره نماز هم میخونه لکن به این چیزا عقیده دارد. برای این پیغمبر هم گفته که ولو که نماز هم بخوانی ما افلحت ابدا. از این خاطر میگه ولی گپکا بسیار عادی و ابتدایی است. نه خیر صاحب، این تعویض و این تار گردن اویزان کردن و این مورد از سر گردن اشتکای خود اویزان کردن، این مسائل اعتقادی است که عقیده تو را مثل عقیده مشرکین جور میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و آله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در مقابل از تار وقتی که دید رفت از گردن از اون خانمش بود یا از اعضای خانواده‌اش دخترش بود یا خواهرش بود و بسیار میگه به شدت میگه با اعصاب خراب از گردنش کند و اوسو انداخت. عبدالله بن مسعود که صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله است، تو موقف جدی میگیره و ما تو میگه ولی گپ بسیار عادی و پیش پا افتاده هست. مشکلی میشه که ما نه همین احادیث از پیش ما تیر نشدن، همیشه همون احادیث نماز خواندیم در این مسائل که رسیدیم سال خلاص شد. ما که یک وقت مدرسه میخواندیم دمی مشکات المصابیر هم که خواندیم فقط هم فضل طالب العلم و فضایل علما که علما اقا فضیلت دارن، طالب العلم اقا فضیلت داره، ای داره ما دیگه بسیار بگیم ما چقدر فضیلت داریم، این مردم دیگه هیچ فضیلت نداره و چطور است. اما باز وقتی که بابای دیگه که میرسید به هیچ نمیرسیدیم در شرکیات. از این خاطر این گپا پیشان بسیار عادی جلوه میکنه و این آدم باید بسیار دقیق چی باشه. در فتاوا علامه ابن عثیمین که یکی از علمای بسیار بزرگ است، یک تفسیر هم داره، فتاوا هم داره، او چی میگه؟ میگه و لبس الحلقه و نحوها ان اعتقد لابسها انها مؤثره بنفسها دون الله فهو مشرک شرکا اکبر فی توحید الربوبیه. سعی کنین این عالم عقیده هست، متخصص در عقیده هست، مفسر قرآن است. وقتی که در این قسمت گفتن که اگر یک نفر اینمی چله را، اینمی انگشتر را یا اینمی کره را یا اینمی چیزا را میپوشن، این حکمش چی است؟ او میگه اگر همین پوشنده به این عقیده باشه که مؤثرتون به نفسها دون الله، که اینمی خودش تاثیر میکنه به غیر از الله، خودش تاثیر در اینمی هست، میگه این شرک اکبر است. این یک بخشش. لانه اعتقد ان مع الله خالقا غیره، به خاطر از اینکه عقیده کرد که بغیر از خدا کسی دیگه هست که این کارا میکنه، این میره که در ربوبیت الله شریک ساخت. و ان اعتقد انها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا اصغر. اما اگر کسی می کره و می چله را پوشید لکن گفت که نه این بر خودش نفع نمیرسانه، خداوند بر دبین از این نفع رسانده، میگه این شرک اصغر است. این هم شرک شد. اگر فکر کنن که امو خودش مستقیما نفع میرسانه، او شرک اکبر شد، از دین بیخی کشید. اما اگر گفت که نه خود امی چله و اینمی کره نفسش منفعت نمیرسانه، به امر خداوند این نفر میرسانه، باز گفت این هم شرک است، لکن این شرک اصغر است. شرک اصغر چی را میگن؟ که آدم از دین نمیکشه لکن از گناه کبیره کده رتبه چی است؟ بلندتر است، خطرش زیادتر است. لانه لما اعتقد انه ما ليس بسبب سببا، چرا چیزی که الله سبب نگشتانده او را این سبب از دل خود ساخت. یعنی الله اینمی کره را سبب برای شفا نساخته، تو این از دل خود ساختی. پس اینمی رو میگن عقیده کردن با یک چیز، میگه این انسان و شرک اصغر. فقط شارک الله تعالی فی الحکم لهذا الشیء بانه سبب. یعنی سعی کنین اینجا چقدر دقیق این موضوع از چقدر دقیق گپ میزنه. میگه در اون مسئله که میگه خود کره و خود اینمی انگشتر تاثیر مستقیم داره بدون حکم خداوند، میگه این در ربوبیت خداوند رو شریک ساخت، این شرک اکبر شد. اما میگه وقتی که این چیزی که خداوند سبب نساخته این سبب ساخت، پس این خدا در حکم خداوند شریک ساخت. این شرک در چی است؟ در حاکمیت است که خداوند یک چیز رو سبب نساخته، این شخصی رو گرفته خودش حکم کرده که این فایده را داره. پس همین که این فایده داره و این ضرر داره، این کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. پس میگه از این خاطر این دمی حکم خداوند خدا شریک ساخت، از این خاطر میگه شرک چی است؟ این اصغر است. از این خاطر اینی گپای گپای عادی نیستن و گپای بسیار خطرناک است که انسان مسلمان و انسان یکتاپرست در این باره توجه داشته باشه. این حال ما و شما تا این قسمت اینمی از انواع شرک، همین چیزهایی که با چیزهایی که عصر جاهلیت پناه می بردن تقریبا چند چیز شد؟ یعنی این 8 چیز از چیزهای عصر جاهلیت بود که متاسفانه و در بین مسلمان ها تا این امروز هم بسیاری از اینا هست نیست. این حال خلاصی از یمی از درسایی که سلسله وار درسای عقیده را تعقیب میکنیم خیلی
چیزایی را که اصلا نمیفهمیدیم و فکر میکردیم که بسیار عادی است، اما پس آنها برای ما معلوم شد که خیلی درسای مهم است که الله متعال برای استاد توفیق مزید بده، طول عمر بده که ما از او استفاده کنیم. و در طول هفته هر طرفی که میریم باید به دیگران برسانیم و خصوصا استاد مسئله تعویض یاد کرد. عملا دیدم که یکی از کسایی را دیدم که در وظیفه همراه ما کار میکرد و دشانش تعویض بود. خب با بسیار نرمی چند روز ما ایره تعقیب کردم، خواستم که با قسم شب تعویض سرازی باز کنم که چی است. بالاخره با بسیار نرمی ایره گفتم که حداقل با من نشان بده که دی تعویض چی است. گفت ما پاکستان رفته بودم، یک کسی بود و ماچم سعید بود و آقا بود و خیلی بیروبار مردم سرش بود و یه قدری را محکم بسته کرده بود که حتی نمیخواست کردم پوشش جدا کنه. گفتیم خیر امیره ما برای دوباره پوش میکنم، همه قدر با ما نشان بده. بالاخره در محضر بچه ها بود تعویض ما باز کردم. همین تو همکارا که بودن گفتن خیر یک بار نشان بده. او تعویض ما امرای خدا آوردم، گفتم در حلقه درس نشان بدم، شما فکر کنین که گپایی که استاد میزنه و ببینید عملی است. هیچ چیز اصلا خوانده نمیشه، یک کسی که فقط با صوتی همطور حلقه اگر زومش هم میکنین. این تعویض عملا از شانش باز کردم. باز گفتم که تو همه قدر وقت تو را به می پناه داده بود، برو توبه که گفت که باش خیره برای ما بده پس گشته که ما کسی که مرا برده بود و بسیار عقیده داره و بار بار میره تعویض میگیره. گفتم خیر باز امیرم ببره برش نشان بدی و یک کار دارن که نمیخوان تعویضشون کس ببینه، به خاطر که اگر هر کسی ببینه خو عقل اسی قبول نمیکنه که چی است. باز تا امروز ما شوخی کردم، گفتم می اگر چی باشه بوتل کوک خو نیست که سرش آواز کنی گازش میره، خیر پس بستش کو چیز نمیشه. و یکی دیگر هم رقم یک تعویض دیگر اما او را باز پس برش دادم. او آیات قرآن نوشته بود اما باز در پهلوش در جدولا امی حروف ابجد نوشته کرده بود و او را هم منع کردم که این امی کار نکنه. یعنی چیزی است که عملی خود ما دیدیم و می خاطر خواستم که امروز شما میگه پا شریک کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه استاد، اسم مصطفی، محصل پانتوم سلام 15 شرایط. از درس استاد بسیار بهره های بسیار مفید میبریم و عقیده یک چیزی است که باید در وجود انسان باشه و زندگی انسان با عقیده ارتباط محکم داره، چرا سرنوشت انسان یا با دو جای ابدی است، یا با بهشت یا با دوزخ، که مسیر از این عقیده تعیین میکنم که انسان اگر عقیدش خوب باشه مسیر بهشت است. خب در این دنیا و در دنیا مثلا فایده های زیاد داره. درسی که استاد از تقریبا درس 37 و 36 است از استعاذه بحث کردن که پناه بردن است. 9 مورد گفتن. خلاصه میگم که اول پناه بردن به بت‌ها و مجسمه ها بود، پناه بردن دوم به قبر بود، پناه بردن به جن بود، پناه بردن به درخت ها بود و پناه بردن که امروز تا گفتن تمیمه یا تاری که در گردن انداخته میشد و هفتم صدف بود و هشتم توله توله یا به خاطر دوست داشتن یعنی خانم ها به خاطر دوست داشتن شوهر خود ایرا استفاده میکردن و پناه بردن به انگشتر بود که هم وزیر استاد با دلایل از قرآن عظیمشان و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رساندن و خدا توفیق بده که در زندگی خود از استفاده کنیم. و با اجازه استاد یک پاسخ کوتاهی به برادر میدادم اگر استاد اجازه بده. و یک کلمه است که یک از استادا استاد صدقه رحمت الله میگه که حکومت اسلامی را در نفسایتان پیاده کنید در سرزمینتان پیاده میشه. و چرا حکومت اسلامی و حکومت اسلامی وجود داره چرا صحیح نیست، یعنی خب بحثایی است که و یک مسئله دومی که امی استاد مرشد دوم اخوان مسلمین که در مصر بود و مردم یک توصیه کوتاه داشت، میگم مردم میگم محبت انگلیس از قلبتان بیرون بکشه یا خودشان میرن. حالا ما همچنان محبت غربی و کسار از قلبای خود بیرون بکشیم یا 100% از مملکت ما بیرون میرن. خب به هر حال بود این بود آخری گپای ما که اول حکومت اسلامی را که قرآن عظیمشان و از احادیث پیامبر گفته ایره در نفسای خود قبول بکنیم، چرا در زندگی اعمال ما فیصدی از حکومت اسلامی دیده میشه نمیشه. این مسئول ما هستیم و اصلا باید عملی کنیم با آنچه که
قرآن و سنت پیامبر میگه بعد انشالله 100% و 1000% انشالله چرا صحابه نمونش داریم در تاریخ صحابه عمل کردن دنیا را فتح کردن. این بود خلاصه درس استاد و یک چیزی